یک نبرد جدید بوکس ذکریا زمانی مقابل حریف از کشور روسیه. برای آگاهی بیشتر لطفاً ویدیو را تا آخر تماشا کرده و چینل ما را حمایت کنید. سلام و درود خدمت تمام دوستان ورزش. خوش آمدید به یک ویدیو جدید ما. محمد ذکریا زمانی پس از شکست مسابقه قبلیش بار دیگر توانست حریف جدیدی برای خود پیدا کند. این مسابقه در یکی از سازمان‌های معتبر بوکس روسیه برگزار خواهد شد. محمد ذکریا زمانی یکی از بهترین بوکسرهای افغانستان قرار است در مسابقه بعدی خود مقابل حریف از کشور روسیه به اسم آیوان کوزلوفوکسی مبارزه بکند. این مسابقه به تاریخ 15 مارچ مطابق با 25 حدود چند روز بعد در یک از سازمان‌های معتبر روسیه با نام RCC بوکسینگ برگزار خواهد شد. خب دوستا بریم به طرف ریکاردهای این دو مبارز. در نخست آیوان کوزلوفوکسی ریکاردهای حرفه‌ای 10 برد و بدون باخت می باشد که برد آن با 6 نکاوت می باشد و 4 برد دیگر آن با امتیاز برده است. محمد ذکریا زمانی ریکاردهای حرفه‌ای دارای 8 برد و 3 باخت می باشد که 2 برد آن با نکاوت بوده و 6 برد آن توسط امتیاز می باشد. این مسابقه برای ذکریا زمانی خیلی دشوار خواهد بود چون حریفش بدون شکست هست و همچنان تجربه بیشتر نسبت به ذکریا زمانی دارد. با امید پیروزی افغانستان و ذکریا زمانی. خب دوستا به نظر شما در این مسابقه بوکس کی پیروز خواهد شد؟ نظرتون را در کامنت میخواهم.